پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید من یرد الله به خیر یفقهه فی الدین. در جای دیگه می‌فرمایند من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. کسی که خداوند خیر او را بخواهد راهی را برای او باز می‌کند که او در دین خدا فقیه بشود، عالم بشود، دانشمند بشود. نشانه دوستی خداوند به انسان این که خداوند به تو توفیق بدهد که در راه علم قدم بگذاری، در راه علم حرکت بکنی، علمی که به خدا میرساند، علمی که تو را به خدا نزدیک میکند. و در روایت دیگر میفرمایند کسی که راهی را انتخاب بکند در دنیا که در اون راه کسب علم باشد خداوند برای او راهی را آسان می‌کند برای رسیدن به بهشت، به فردوس. ما نمی‌خواهیم راه بهشت ما آسان بشود، نمی‌خواهیم به بهشت برسیم، به سعادت برسیم. یک راه برای سعادت هست، خوشبختی هست، اونم راه علم. علم یعنی قدرت، علم یعنی عمران، آبادی، حیات، زندگی. جهل یعنی نابودی، تاریکی، بدبختی، بیچارگی. هر فتنه‌ای از جهل برمیخیزد. زمانی که این منطقه شما، ممالک شما مملو از علما بود، از کل جهان اسلام برای کسب علم از علمای شما، از محضر علمای شما به من گفتن این منطقه خیلی آب خوبی دارد. البته من تو در نقشه و تاریخ و کل این تاجیکستان من یک چیزی از سفارت گرفتم، مطالعه کردم که کشور تاجیکستان کشور خوش‌آب و خوش‌هوا و حاصلخیز، آب خوبی دارد، کشاورزی خوبی دارد، میوه‌های خوبی دارد. من میخوام این سوال بکنم، آیا خاک این تاجیکستان و آبش انگور، سیب، گلابی، زردآلو این میوه‌های خوب میدهد؟ آیا افتخار به همین هست؟ در دنیا خیلی جاهای دیگه هست که میوه‌های خوب دارد، خاکش خوب است، آبش خوب است، اما آله ندارد. خاکی خوب است و آبی خوب است که درخت ایمان از آن بروید. همه جا سیب دارد، همه جا گلابی دارد، همه جا انگور خوب دارد، اما همه جا امام بخاری ندارد. فقط یک جا بخاری دارد. کتاب امام بخاری صحیح ترین کتاب بعد از کلام خداست، بعد از قرآن است. همه جا سیب خوب دارد، میوه خوب دارد، گلابی و انگور و هندوانه و خیار خوب دارد، اما فقط یک جا امام اعظم دارد. فقط یک جا امام ترمذی دارد، فقط یک جا امام نسائی دارد، فقط یک جا امام مسلم نیشابوری دارد. افتخار شما به سیب و انگور و پسته و گردو و بادام و این جوی آب نیست. اگر جوی دل شما خوش باشد، رودخانه ایمانی دل شما خوش باشد، این آب به دلتون می‌خورد. ما دعا میکنیم خدایا باران ببار تا زمین ما حاصل خیز بشود. خب اون باران بارید بر خاک شما میوه در آمد. باید بگیم خدایا باران ایمان بر دلهای خشکیده ما بباران تا این دل خشکیده خوش شده زنده بشود و میوه ایمانی بدهد. فرزندان صالح، صالح، مصلح
عالم، دانشمند، مجاهد، خدمتگزار، دعوتگر، معلم، مربی بشود. من آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید موشی خاک را. چو باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. خوشا آنان که با عزت دگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت پاپسندیدند و رفتند. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. از قافله عقب نمانید. محبت عالم و گریه کردن برای عالم تنها کافی نیست. عشق عالم، عشق پیامبر، وقتی پیامبر نام پیامبر میبرید بعضی از پدران دستانشون اینطوری میکنن، بوسه میزنن، به چشمشون میکشن، ولی اولاد نماز نمیخوانن، دختر حجاب ندارد. این محبت کافی نیست که تو بوسه بزنید بر چشمت بکشید. چشم روشن نمیشود. زمانی چشم ما روشن میشود که فرزندانمان را عالم و دانشمند ببینیم، خوشحال میشویم. این کافی نیست. محبت پیامبر کافی نیست که اسم پیامبر برده بشود صلی الله علیه و سلم. این کافی نیست. محبت واقعی و صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم این که ما بچه هامون را تربیت بکنیم، عالم بار بیاریم، دانشمند بار بیاریم، با تقوا باشیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر بگو ای پیامبر و بندگان من، اگر واقعا شما پیغمبر رو دوست دارید از او پیروی بکنید، از او اطاعت بکنید. ما همه باید تصمیم بگیریم که از این به بعد تغییر بکنیم، عوض بشویم، تبدیل بشویم به احسن. امسال سال 2009، سال آینده سال 2010 سال علم باشد. همه تصمیم بگیریم که علم بخوانیم. دامالای جوان خوشفکر در اختیار شماست. این مسجد خوب، من شب کسی اینجا نبود، همه شما خواب بودید. آمدم رفتم پایین بالا، اینجا همه مسجد نگاه کردم، خیلی دلم خوشحال شد. این مسجد 5000 نفر نمازگزار درش جا میدهد، ظرفیتش 5000 نفر. من خیلی خوشحالم الحمدلله. به نماز خوندن تنها اکتفا نکنید، باید دنبال علم بروید، علم دنیا و علم آخرت. علم آخرت دین و علم دنیا هر دو تا علم لازم دارد. تعداد شما زیاد است، من باید بروم. من قرار بود فقط در حد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ولی دیگه مجبور شدم که این چند کلمه را بگویم. من مسافرم، باید بروم مستقیم فرودگاه. اگر وقتم اجازه میداد نماز جمعه با شما میخوندم، ولی دعا بکنید انشاءالله این سفرهای ایمانی خدایی تکرار بشود تا ما از دعای خیر شما بهره مند بشویم. بیاییم اینجا چهره های نورانی و مبارک شما را ببینیم، ثواب کسب کنید. نگاه به صورت مؤمن ثواب است. اگر نگاه به صورت مؤمن ثواب نباشد، عبادت نباشد، نگاه به صورت منافق و ظالم و مشرک عبادت نیست. التماس دعای خیر از همه شما دارم برای من و خانواده من و فرزندان من و علما و معلمین من و دوستان من و اهل من. دعا بکنید ما هم برای شما و مردم خوب تاجیکستان و ملت و دولت و رئیس تاجیکستان دعا میکنیم که به ما احترام قائل شدن، ما را دعوت کردن، در کشور خودشون اکرام کردن، محبت کردن، ما نوازی کردن. ما از محبت شما سیر نمیشویم. محبت چیزی نیست که انسان سیر بشود. هرچی محبت بیشتر باشد، محبت بیشتری تولید میشود. مؤمن از مؤمن سیر نمیشود. قدر این دین خدا را بدونید. فقط دین است. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای دار یمنی خود در عجبم.
که من تو هم یا تو منی. جزاكم الله خير. حضرت دعا کنیم در حق اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدك تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من معافيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وما قرب اليك من قول وعمل ونعوذ بك من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من دوست دارید؟ کسی رو دوست داره حرفشو قبول کنید. من وقتم خیلی زیق است و برای فرودگاه به این کلی دارم نمیرسم و نمیتونم به همه دست بدم. من فقط